زندگی در قلب استانبول انتخاب کردم. چون جایی که شرق رو به غرب وصل میکنه. من ملاقات با مردم سرتاسر جهان رو انتخاب کردم. من میخواستم خودم رو در جنبه‌های مختلف زندگی که حتی تصورش هم نمیتونستم بکنم بسنجم. من روش تحصیلی رو انتخاب کردم که ابزار موفقیت درشون باشه. من شخص روشنفکری هستم که به طور مداوم در پی ارتقا دادن خودم هستم. به خاطر همین من دانش، من ماجراجویی رو انتخاب کردم. من رقابت رو انتخاب کردم. بنابراین من دانشگاه باغچه‌شویی رو انتخاب کردم. شما چطور؟